وقتی که من عاشق میشم اصل دوباره موندنه. سرباز انوری اسم خدا نکشت، فکر کردم فرماندمه. میگم سرباز کدوم پادگانی؟ پاده چه گانی؟ نمیبینی نشستیم جانی؟ برو گم شو برتارا. میگن اینا که خدمتی هم به 2 دسته تقسیم میشن. ما با هیچ تقسیمی دسته نمیشیم. راستی چند ماهته؟ تا برم سونوگرافی چشم. پوتین همچین مخفیگاهی نداره تو روسیه. 6 ماه اسیر بودم، یه سریامونو گرفتن تجاوز کردن، یه سریامونو هم کشتن. تو رو چیکار کردن پس؟ من هم اول کشتن. پیدا نی؟ میگم تو چرا کلاه اینجوریه؟ من خیلی پام بالا بوده تا یه دادنم. منظور پایته؟ ها میگم چه خوب میخوری ها. چش نداری؟ حقوق یه امام دادم کیک نوشابه زرد. تو پادگان کلا شوفر تانک بودم. اون بیشی والا تانک اوی یمونم شما بهش میگین پارچ. بچه صبحی خوابوندم زیر گوش فرمانده. صبح داشت دستشویی تمیز می‌کردی خب. دهن چفت نداره. میگم کنترات هم تو آشپزخونه بودی ها، هرچی خوردی نریدی. اتفاقا خوب خوردم. تو نیدی. میگم تو با کمت چی جور رژه میری؟ من معاف شدم از راز؟ از مغز. سربازی؟ سر چه بازی؟ فقط شرط ببن. خیلی حالت بده. پرنسس برو بابا شلغم. صبح تا صبح خود فرمانده شخصا با ماشین میومد دنبال مستقیم میبرد منو میذاشت در دستشویی با تی. قربون آشنا برم با پارتی بازی افتادم اینجای خوب. من کجا خدمتی دی؟ پیشین زادان. بیشی. ای دست از تیر خورده پلاتین توشه. آیا می دار آشنا زیر گل. نه من میگفت